بچه‌ها سلام، عرض ارادت. من ملکپور هستم و این ویدیو در مورد روش‌های مهاجرت به کشور زیبای قبرس جنوبیه. میخوام تو این ویدیو براتون صحبت بکنم که اینجا چه راههایی برای مهاجرت داره. ببینید اون طرف شهر لیماسوله و این ساحلی هم که ما توش هستیم، ببینید که تمام شهر مشرف به یک دریای فوق‌العاده زیباست. من در مورد هزینه‌های زندگی اینجا و شرایط زندگی کامل صحبت کردم. خلاصه‌شو بخوام براتون بگم، حتما میتونید مثلا زندگی یا هزینه زندگی در قبرس جنوبی رو با کلمه ملکپور سرچ بکنید، مهاجرت ملکپور. شما کامل براتون جا میفته. تو 8 دقیقه 10 دقیقه همه از اینا رو گفتم. یه خانواده 3 نفری یه چیزی هولوش ماهی 1500 تا 2000 یورو هزینه زندگی اینجا جزو اتحادیه اروپا است، یعنی شنگن نیست ولی اتحادیه اروپا هست. پاسپورتش برای امریکا، کانادا همه جا میشه. هر جا اروپا می‌خواستید میتونید زندگی کنید. یکی از قوی‌ترین پاسپورت‌های دنیا رو داره. یه نکته خیلی جالب براتون بگم، قبرس جنوبی خیلی مردمش مهربونن، یعنی فرهنگشون شبیه فرهنگ کشور ماست. خیلی مردم مهربون دارن. و یه چیز خیلی خوبی که داره اینجا اینه که چون دریا داره و هواش خیلی هوای خوبیه. الان امروز 1 ژانویه است، ما اومدیم برای مسیر سبز مهاجرت قبرس جنوبی و چقدر من برام جالب بود که این همه مثلا هوا تو وین الان منفی 4 و 5، اینجا هوا مثلا مثبت 17-18. خب یعنی هوا کاملا بهاریه. 10 ماه 11 ماه سال اینا تابستون دارن، کامل آفتاب دارن. چند تا روش برای مهاجرت داره. یه روش اینه که شما از طریق تحصیل بیاید. در مورد تحصیل در اینجا من کامل گفتم، جزو کشورهایی که پذیرش دکترا راحت تره اگه دوست دارین دکترا بخونید. مدرکش هم مرتبط کل اروپا است. متوجه شدین؟ یعنی تو جاهای دیگه اروپا وقتی میخواین توی کشورهای دیگه اروپا پذیرش بگیرین خیلی براتون سخته شاید دکترا، ولی اینجا پذیرش دکترا راحت تره. خب یه نکته خیلی جالب هم که داره اینه که یه روش داره مثلا برای کاری. اگه شما جاب آفر بگیرید اینجا میتونید ویزای کار بگیرید بیاید. رشته های مورد نیاز قبرس جنوبی من کامل توضیح دادم که چه رشته‌هایی برای کار اینجا مناسبه. بازم رو سایت ما ویدیو گذاشتم مجانی، میتونید ببینید اصلا چجوری کار پیدا بکنید. خیلی کشور باحالی است. من اینجا براتون حرف میزنم، اینقدر هوا خوبه. ما از این هوا سرد اومدیم، حالا هواش عالیه. یه روش داره، روش سرمایه گذاری. اینجا اگه ملک بخرید میتونید اقامت بگیرید و اقامت دائم میده از اول، هم به خودتون هم به خانواده‌تون. این نکته جالبش اینجاست. عین یونانه، چون اینا زبونشون هم میدونین که یونانیه، برخلاف کشورهای دیگه است. پس روش سرمایه گذاری داره. اگه هم نمیخواین سرمایه گذاری کنید، فقط نشون بدین پول کافی دارید، درآمد دارید، روش خودحمایتی یا همون تمکن مالی داره. یعنی شما مثلا بازنشسته نشون بدین درآمد دارید، میخواین اینجا زندگی کنید، اقامت بهتون میده. کلاً هم تو روش‌های تحصیل، هم سرمایه، هم روش‌های کاری میتونید اینجا بیاید. جالب براتون میگم، برای اشخاص خاص، مثلا اگه شما نومدید، آدمی هستین که تو حرکت پول در میارید، اینجا روش اقامت دیجیتال نومد داره. یعنی شما میتونید نشون بدین که درآمد از راه دور دارید و توی قبرس جنوبی اقامت بگیرید. قبرس جنوبی فقط نکتهش اینه که پاسپورتش سریع نیست. حداقل باید 7 سال اینجا باشید تا درخواست پاسپورت بکنید و بعد زبان یونانی هم که زبان آسونی نیست یاد بگیرید. حالا اگر اطلاعات بیشتری در مورد روش اقامتی بخواید، مثلا دوست ببینید خرید ملکش چجوریه، تحصیلش چجوریه، نگران نباشید. من همه رو دونه دونه جدا تدریس کردم. رو سایت ما به صورت مجانی هست. با کلمه مثلا خرید ملک قبرس جنوبی ملکپور مهاجرت ملکپور سرچ کنید، اطلاعاتو براتون گذاشتم. من میام کنار، دریای زیباشو ببینید. عشق منید.